سلام عرض ادب دوستان ما فیلم اینو گذاشتیم تو یوتیوب، واقعا حمایتمون کردید، دمتون گرم. ولی ببین ما خیلی کامنت گذاشته بودن، ولی ما سر کارمون با این متاست، متا برای سوراخ‌کاری های گلکاری های این چاقا. بعضی چیزا واقعا با صنعت ما نمیخوره، ما مجبوریم خودمون دست ببریم توش، مثل این گیره. الان این گیره ساخت خودم، جنسش فنره، 0 تا 100ش هم کار خودم. مجبوریم خودمون چیکار کنیم، خودمون بعضی کارا را طراحی کنیم. این آقا برا ما خوب بود، برا ما راحت تره، میله به دریل گیر نمیکنه، پایین میمد تو دست و پا گیر میکرد. خودم طراحیش کردم به این سیستم، قشنگ در آوردم، اینجاشم فیوب کردم روغنکاری که برای بالا پایینیش آشغال نگیره. دوست داشتید حمایت هم کنید، ممنون میشم.